خوش اومدید به کانال من صدفم. توی کانالم قراره طراحی لباس رو هم به صورت عملی و هم به کمک هوش مصنوعی برای اولین بار بهتون یاد بدم. توی این ویدیو قراره 4 تا استایل بعد 4 تا از موقعیت‌های مهم و پرتکرار هم بهتون بگم و هم یاد بدم چجوری قبل خرید این استایل ها بتونید اونو تو تن خودتون خیلی قشنگ ببینید. بزن بریم. موقعیت مصاحبه‌های کاری، قراردادهای کاری، کلا قراردادهای رسمیه که ما خانم‌ها و دخترای ایرانی این روزا باشون زیاد سر کار داریم. برای این جور قراردادها استایل‌های خوش‌دوخت، شیک، ساده و رسمی مهمه. بیشتر سعی کنید توی این جور قراردادها از رنگ‌های روشن، رنگ‌های فانتزی به هیچ عنوان استفاده نکنید. رنگ روشن هم استفاده بکنید ترجیحاً مینیمال باشه. مثل قهوه‌ای روشن، مثل کرمی، نسکافه‌ای روشن عسلی نهایت. ولی اگر بخواید خیلی کاریزماتیک و محترم به نظر برسید، ترجیح من و پیشنهاد من بهتون رنگ‌های تیره است. چیزی که خودم خیلی دوستش دارم رنگ سرمه‌ای میاد. به همه میاد، به همه جور رنگ پوستی میاد، با یک پیرهن ساده یقه مردونه سفید و بهتر از اون با یک تیشرت ساده یقه گرد که ترجیحاً یقش کیپ هست و خیلی سینه مشخص نیست باشه، با یک کفش ساده زنونه. کفش کتونی اسپورت خوبه برای اینجور چیزا، ولی اگر بخواید اون شیک بودن و رسمی بودنتون بیشتر حفظ بشه کتونی استفاده نکنید. از صندل های جلو بسته، کالج ها خیلی خوبه برای اینجور استفاده. از اینجور کفش ها اونم رنگ تیرش ترجیحاً استفاده بکنید. از کفش سفید برای اینجور قرار استفاده نکنید. کفش سفید همون لحظه همون روز کثیف میشه. مشکی باشه یا سرمه‌ای باشه چه بهتر. عکسش رو توی ویدیو براتون میذارم، پرامپتش هم همینجا براتون میذارم، میتونید اسکرین شات بگیرید. به کمک این پرامپت و عکس صورت خودتون راحت میتونید این استایل رو روی تن خودتون ببینید. یادتون باشه استایلایی که امروز من بهتون پیشنهاد میدم ترجیحاً برای اکثر فرمای بدن مناسبه. اندام‌های ساعت شنی، اندام‌های مربعی، مستطیلی و حتی گلابی. سعی کردم بیشتر روی استایل‌هایی کار بکنم که برای تمام این فرم اندام‌ها مناسب باشه. استایل دوم، استایلی که همه توی اکسپلور اینستا و شورت‌های یوتیوب دنبالش هستیم. برای قرارداد اول قرار شیک باشیم، یکم لوند باشیم، اما نه اینکه خیلی زایه باشیم. اینم دوباره میگم از رنگ‌های فانتزی استفاده نمی‌کنیم، از رنگ‌های خیلی رسمی، رنگ مشکی استفاده نمی‌کنیم، تمام سفید نمیریم، عروسیمون نیست فعلا. از رنگ‌های شیک دخترونه استفاده می‌کنیم. پیشنهاد من بهتون ترکیب رنگ زرشکی که خیلی شیکه، خانومان است، در حین حال دخترونه است، با رنگ سفید استفاده می‌کنید. عکس استایلی که مد نظر من براتون می‌ذارم. استایلی که من بیشتر مد نظر دارم یه اوورال زرشکیه. از زیرش البته اگر کشور دیگه باشید میتونید زیره رو نپوشید، ولی خب فعلا تو ایران در نظر میگیرم. از زیرش یه زیره سفید میپوشید. این ترکیب زرشکی و سفید هم دخترانه است، هم نازه و هم شیک و خانومان است. یعنی شما رو توی قرارداد اول نشون نمیده. در مورد کیف و کفش این استایل دوباره میگم از کفش کتونی اسپورت به هیچ عنوان استفاده نمی‌کنید. از صندل‌های دخترانه ساده، خیلی بندی، خیلی نگیندار، مروارید نباشه ترجیحاً، یکم پاشنه حتما داشته باشه، خیلی پاشنه بلند نباشه چون قرار اول سخته و یه مقدار لوس نشون میده. بدون پاشنه هم نباشه چون اوورال خودش ذاتاً یه مقدار پاشنه نیاز داره. کیفتون هم مهم نیست چه جور کیفی باشه، فقط کیف خیلی بزرگ، کیفای ساحلی، بافت اینا بر ندارین. یه کیف متوسط یا ترجیحاً یه کیف کوچیک ساده بردارید خیلی بهتره. موقعیت سوم، موقعیتی که هممون به یک استایل خوب براش نیاز داریم. دور همیهای تابستونی، قراردادهای دوستانه تابستونی. توی این موقعیت‌ها بهترین انتخاب از نظر من یه پیرهن تابستونی ساده است. رنگ روشن، حتی میتونید سفید باشه، سفید با هر آیتمی ست میشه. به جز رنگ سفید از رنگ‌های دیگه مثل لیمویی روشن، آبی آسمانی روشن، صورتی پاستیلی روشن اینا خیلی خوب میشن توی پیرهن تابستونی. توی دوختش خیلی شلوغ نباشه بهتره، خیلی چین نداشته باشه بهتره، مخصوصا برای قدهای متوسط و قدهای کوتاه. دامنی که خیلی چین داشته باشه قد کوتاه نشون میده. پیرهن سعی کنید که دامنش هم ساده باشه، یه مقدار چین جزئی داشته باشه که خوشگل بشه کافیه. این استایل عکسش هم میذارم، دوباره میگم پرامپتش هم میذارم، ولی رنگشو بخواید خودتون هم میتونید تغییر بدید. برای بقیه آیتم‌های این استایل کیف و کفشش صندل اگه بتونید حسیری باشه که فوق العاده میشه، با کیف حسیری ست بشه که دوباره عالی میشه. موهاتون باز باشه، موهاتون ساده باشه، خیلی صاف کراتینی یا خیلی کرلی نیاز نیست باشه، اما موهای ساده خودتون عالی.
از آیتم های دیگه هم مثل یه سری اکسسوری های صدفی که امسال واقعا مده و یه سری اکسسوری های رنگی دیگه میتونید دارن استفاده بکنید. موقعیت آخری که توی این ویدیو میخوام بهتون بگم استایل دانشجویی، استایل مورد علاقه خودمه. عاشق استایل دانشجویی. توی استایل های دانشجویی میتونید هم از آیتم های اثبات استفاده بکنید، هم از آیتم های رسمی تر کت و شلواری. من استایلی که امروز میخوام بهتون بگم دوتاشم تلفیق از این دوتاست تقریبا. استایل اول یک کت ساده خوش‌دوخت خوش‌واجه، ترجیحاً رنگ مشکی، با یک شلوار بگ آبی که یکم گشاد باشه، رنگش تیره باشه. با کت‌های مشکی رنگ جین آبی خیلی خوب نمیشه، ترجیحاً جین تیره استفاده بکنید. شافل بگ استفاده نکنید. شافل بگ توی تیپ‌های دانشجویی اصلا خوب نیست. قدتون رو کوتاه نشون میده، استایلتون رو شلخته نشون میده، رو زمین میسابید. این خوب نیست اصلا. سعی کنین از بگ‌های عادی و یه مقدار کوتاه استفاده بکنید که خیلی با کفشتون روی زمین نره. کیفی هم که استفاده میکنید کیف دانشجوی نرمال باشه. خیلی روش عروسکی، نمیدونم آویزهای خیلی شلوغ سعی کنید استفاده نکنید. بذارید همون استایلتون ساده و شیک دانشجویی حتما بمونه. مقنعه که سرمون میکنید، مقنعه‌تون هم مشکیه، با کتتون هم خیلی خوب میشه. زیر کتتون میتونید تیشرت یا شومیز سفید استفاده بکنید. بخواید میتونید از رنگ سرمه‌ای هم استفاده بکنید چون با شلوارهای جین آبی تیره خیلی خوب میشه. اکسسوری این استایل یک ساعت کافیه. علنگو، نمیدونم انگشترهای شلوغ اینا استفاده نکنید. کلا علنگو و انگشتر برای استایل دانشجویی خوب نیست. یک ساعت ترجیحاً کلاسیک، بند استیل یا بند چرم. از ساعت‌های رنگی منگی نگینی شلوغ گنده، اسمارت واچ‌هایی که بندهای خیلی شلوغ دارن استفاده نکنید. گند میزنه به استایلتون با همون یه دونه ساعت. برای این استایل یه چیزی میادم بهتون میگم، حتما کمربند استفاده بکنید. چیزایی که ما قبلا استفاده می‌کردیم توی اکسسوریامون کمربند جاش خیلی خالی بود، ولی این روزا بیشتر آدم‌ها دارن استفاده می‌کنن و واقعا تاثیرش رو توی استایل‌ها میذاره. حتما از کمربندی که رنگش متناسب با رنگ شومیزتون باشه حتما استفاده بکنید. کفش این استایل، توی این استایل حتما باید کفش اسپورت، کفش کتونی استفاده بکنید. کفش سامبا که خودم خیلی دوست دارم و میتونید استفاده بکنید، ولی برای این استایل به نظر من بهترینش کفش ونس ساده بدون طرح سفید. میدونم زود کثیف میشه، خودم این دردسر رو همیشه دارم، ولی خب با این حال میپوشم. بریم برای مورد دوم استایل دانشجویی. این استایل ذاتاً رسمی تره، کت و شلواریه، ولی خب چند تا آیتم اسپورت خودمون قراره بهش اضافه بکنیم. این برای تابستون و اوایل زمستون خوبه. کت و شلوار رسمی، خوش‌دوخت، خوش‌واجه. از کت و شلواری که جنس لینن هستن استفاده نکنید به هیچ عنوان برای مورد رسمی، اصلا خوب نیست. برای استایل تابستونی اوکیه، ولی برای دانشجویی استایل رسمی اصلا خوب نیست. سعی کنید ترجیحاً جنس مازراتی باشه. حالا اینا رو جزئیاتش رو توی پرامپتور براتون می‌نویسم. بازم میگم خوش‌دوخت، خوش‌واجه. قد کتتون خیلی بلند نباشه، چون رنگ کت و شلوار این استایل رو روشن در نظر گرفتیم. علاوه بر شومیز سفیدی که زیرش پوشیدید، یه آیتم تیره تر یا مشکی ترجیحاً بهش نیاز دارید. یه جلیقه یا یه بافت مشکی از روش آیتم رو خیلی شیک می‌کنه. برای بقیه آیتم ها یه آیتم مشکی دیگه هم نیاز داریم، مثل کمربند مشکی، کیف مشکی. اما کفش مشکی پیشنهاد نمیدم، چون مخصوصا برای افرادی که قدشون متوسط یا کوتاهه. اینجوری وقتی آیتم کفشتون با آیتم شلوارتون رنگش یکسان نیست یا متضاد هست، قدتون رو یه مقدار کوتاه‌تر نشون میده. ترجیحاً برای این استایل کفش سفید استفاده بکنید، مثل همون کتونایی که توی آیتم قبلی بهتون پیشنهاد دادم. این بود از ویدیوی امروز. امیدوارم هم به دردتون بخوره و هم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. توی ویدیوی بعدی قراره استایل‌های جدیدتر، بروزتر و کاربردی‌تر به کمک فوت‌های کوزه‌گری هوش مصنوعی بهتون یاد بدم.